دوستان گل، خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب من بولتبول هستم و همراهی لاله هومن عزیز، جلف گل گلاب و سلطان بزرگ احمدزاهر عزیز اومدیم به همراهی شما سر بزنیم به یک ویدیو دیگه از شبکه طلوع، آقای ایرج باسط و چی؟ باغ دختر شاه. ببین این باغ انقدر عکساش تو گوگل خوشگله، بچه من 4 تیکه از این ویدیو رو دیدم، واقعا نمیخوام کات بزنم، تیکه به تیکش رو میشه دید، انقدر این باغ زیباست و چه داستان خوشگلی پشتشه. لایک، کامنت، ساب، شیر فراموش نشه، منو به دوستانتون معرفی کنید. به این یه پسر توپلی هست میاد اینجا ویدیو برامون میذاره، عشق میکنیم، میگیم میخندیم، به همراه پسر خاله جلفش. بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه، بوس به کلتون دیگه. و ولسوالی زیبای خوگیانی ولایت ننگرهار آمدید. خوگیانی نه دیگه با خوبی کرد. ها دیگه آسکالی کرایی پیاز جور نشه. اتک بر قله بلندی ها. اتک و تک قفل شدیم با چه درخت ها خوشگلی، چه منظم و خوب داشتن، خیلی باحاله. تو احساس میکنم که دمی دوره بابریان است و من در امی باغ زیبا قدم میزنم. درود به های میدان و تای میدان، خوش آمدید. این بار به ترتیب رد پای سلسله بابریان به ولسوالی زیبای خوگیانی ولایت ننگرهار آمدیم. بله، دقیقا در جایی که فعلا قرار داریم به نام باغ زیبای ممله یا هم نمله یاد میشه. یگانه باغی ما فکر میکنم که تانستم و شکل اصلی دوره بابری را حفظ بکنه، امی باغ ممله یا هم نمله است. بچه این تنها یادگار دختر شاه جهانه، این باغ یادگار اونه و اصلا یه فضای عرفانی عجیبی داره، میدونی، یه فضای طبیعت برانگیز خوبی داره. من واقعا کم پیش میاد همچین چیزایی ببینم. مثلا آخرین دفعه که شاید دیده باشم تو یه فضای بارونی بوده، من بوده یه جای راه رفتیم، حالا یه خاطر از جای گفتن نداره ولی اصلا یه همچین فضایی به آدم میده. بنابر روایت مختلف گفته میشه که تعداب یا هم اساس ای باغ را ملکه جهانآرا همسر جهانگیر بنیادش گذاشته و یک باغ فوق العاده زیباست، بخصوص همی دهلیزی که ما قرار داریم که دو طرف پنجمین امپراتور سلسله گورکانیان هند است. بنیادش گذاشته و یک باغ فوق. اینجا هم فکر کنم پشتو نوشته دمملی باغ دبخوانی الخلوک در وحانی معیاری هجونت تردته. بچه ببخشید سخت واقعا پشتو، من میتونی اینو بخونی پشتوه؟ دمملی باغ دبخوانی و خلو در وحانی معیاری و جوان. ببین ریب و لب و اینا خیلی تو پشتو زیاده انگار اصلا. آره دیگه زمانی افتادم سر کلاس میشستیم یهو میگفت صفحه 40 کتاب قرآن تو باز کن بخون، یا من میگفتم اصلا من خیلی عربی برام سخت بود، خیلی من همین سخته. بخصوص همی دهلیزی که ما قرار داریم که دو طرف پوشیده از درختایی است که یکی از عکاسای ایرلندی تقریبا اضافه تر از 140 سال پیش در زمان امیر عبدالرحمن خان عکس گرفته شده و واقعیت که همون فضا و حال هوای گذشته را داره. ناگفته نمونه که باغ نمله هم قصه های زیادی را در گوشه و کنار خودش داره که حتما به یک و یکش در گوشه و کنار مختلف میپردازیم.
قابل ذکر است یا باید هم یاد بکنیم در طول 1000 ساله که گذشته دوره های مختلف بر این سرزمین حاکم بوده. اگر از غزنویان یاد بکنیم که اونا علاقهشان به بوده برای بازسازی و باغ‌ها و نهرها و قسمت‌های زیادی را می‌خواستند که آباد بسازند. به می شکل دوره مختلف، دوره غوریا در هرات و قسمت‌های مختلف از افغانستان. اما متاسفانه زمانی که حمله خونین چنگیز مغول در این سرزمین صورت گرفت، تعداد زیادی از مردم شهید شدند، خانه‌های خود از دست دادند، همه جا به آتش کشیده شد. ولی گذشت و بعد از او سلسله تیموریان آمد و این رای پاک را ادامه دادن. البته رای بازسازی را و رای ازی که بتونن برای کسایی که در این سرزمین زندگی میکنن خدمت بکنن که ما شاهد خدمتایشون در شهر کابل، همچنان شهر هرات و سایر شهرها بودیم. به می شکل زمانی هم که سلسله بابریان آمدن و از قسمت‌های مختلف دیدار کردن، اینا هم جز رسالتایشون امی بود که ساعتی که بازسازی شده یا هم ساعتی که اساس یا هم بنیادش گذاشته شده بیان او را رونق بتن، انکشاف بتن تا باشه که عکس اصلیشو من دیدم. آبه، خب چرا تصویر رفت صاحبش ولش بیخ به یه دقیقه. آبه، خب فرض کن قرنیزتور دیدی پله پله میاد پایین، آب از اونجا رواش پیدا میکرده میرفته توی دالونای کوچیکی مثل چال و چا، اینجوری آب ازش میرفته شیار شیار، مثلا باغ هکتاریه این آب وسطش کلا میرفته 20 تا اینجوری داره، اینجوری آب از بالا می اومده پله پله میرفته پایین. آره الان اینجوری تخریب شده، اونا توش آب میزده بیرون. شاهد شکوفایی بیشتر هم در اون زمان باشیم و هم مایی که در این نسل هستیم یا هم فعلا یادبود میکنیم از او گذشته ها به نام نیک در صفحات تاریخ ازش یاد بکنیم. ما هم زیاده حرفی نمیکنم. ننگرهار واقعیت هر گوشش حجم زیادی از زیبایی رو در خودش جا داده. همین 22 کس اگر بارها و بارها هم بریم خسته نمیشیم چون زیبایی های بسیار ناب و دیده نشده داره. تشکر گله بیدر و خیر باشی. دیگه ما هم زیاده پاکستان هم باید کشور خوشگلی باشه. نمیدونم ولی فکر نکنم چون خیلی وضعیت اقتصادی و کشوریش جذاب نیست. ولی خب بریم باغو ببینیم. عشق آمدیم. عمری صاحب مدیر آبادات تاریخی ولایت ننگرهار هم در کنار ما هستند. عمری صاحب بسیار زیاد تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین. خداوند عزت دارای نصیب بسیار زیاد خوش آمدین به شهر زیبای ننگرهار و همیشه بهار و این شهر زیبای ننگرهار خوب از همه مردم است و زیباست و زمستان خصوصا از جاهای شاههای مرسیست که جاهای بسیار دیدنی داره، خوب است و زیباست. و ما بچه این صدای پرنده که میبینین افکت نیست، واقعا تو باغ داره میاد. بعد واقعا اصلا آخه اول من فکر کردم افکته خوب و اصلا خیلی لذت بخشه. الان این اصلا سمت ما بود. من میدونم بچه ما یه همچین جایی داریم به اسم تاق بستان، خب خیلی شباهت زیادی بین داره، اون هم باغ و جنگل و درخت و اینا. از ورودیش میری قهوه خونه است تا خروجیش دونه بدونه. من بعضی جایی که دیگه مثلا مکان گیر نبودن مغازه بزنن، طرف 50 تا قلیانو گذاشته توی کامیونی تو باغ همینجوری زغال درست میکنه میده مردم. افتضاحه واقعا وضعیت اونجا. خیلی قلیونی داریم ما. په پښتو کې وایم چې د ټولو تلویزیون بینندو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله مو خلره ژوندی اوسې په خپل درختاش قدیمیه. بسیار زیاد تشکر. مننه. بیاین که همی اول صحبت بکنیم در رابطه با می نام نمله یا هم ممله از قدامت تاریخی از این باغی که به چی مناسبت یا به چی منظوری باغ سنگ تعدابش گذاشته شد. ما بیشتر یک کم کم پیش از اینکه به شما بریم دوستا یک ذره وضاحت دادیم. مهربان دی. قربان شم داسې دی چې دا پخوا
د شاه جهان پاچا په وخت کې د خپل لور په نامه چې نمله نومېده د هغې په نامه جوړ شوی همدغسې چې وخت تېر شوی دی بالاخره دا نمله په ممله بدل شوی دی دا کلی چې دی دا د مملې په نامه دی دیگه ممله یا هم نمله که میگن دیگه ما فکر میکنم یکی از دلایل شاید همین باشه که مردم ما بسیار زیاد جدا از همه چیز مهمان نواز هستند و به می مهربانی و بچه‌ها برین داخل اینترنت سرچ کنین باغ یادگار دختر شاه جهان، ببین عکسایی که ازش میاره واقعا پشماتون، یعنی مثلا تو سرحال ترین حالت این باغو ببینی توش دیوونه میشه، انقدر زیباست. از این مکانهای دیدنیه که آدم آرزو میکنه سالها پیش به دنیا میومد توش میبود. گرانه باسط نارنگی دیگه ها، نارنگی یا نالنگی؟ نالنگی بذار ببینم به خدای نارنگیه. آره نارنجی هن. سال چندیم الان؟ 1430؟ آره باسط ایراد صاحب دا د مملې باغ دی او ډېر لرغونی، برای 400 سال پیشه باغه. دغه ویاله چې ته ګورې د دې تقریبا 2 کیلومتره اخوا د کاریزوس کې د اوبه راځي او کله چې دلته راغی اوبه او په دې ځای کې په هماغې وخت کې د حبیبالله خان په وخت کې دلته شمدانې وي. درخت‌های بلند چقدر بزرگه انگار. په دې شمدانی بودن، شم توش میذاشتن، شمونه رڼا کېده او دغه موقعیت چې حاجی فرض کن شب اینجا بری، بعد از اینا تو باغ زیاده، فکر کنم با اینا باغ روشن میکردن. خب 4 طرف داخلشو شیشه یا آینه میذارن، یه شم میذارن وسط که نورو پخش کنه و بری این صحنه رو ببینی. وای 400 سال پیش چه عقلی داشتن اینا. خیلی زیبا میشه. آره واقعا خیلی باحاله. او د دې نه دا د باغ نه یو بل ښکلا جوړه حداقل 400 سال پیشه. او د دې منطقه اون شاه جهان 400 سال پیش فوت کرده. واقعا میتونه خیلی قدیمی تر باشه اصلا. زیاد شما روشن میشه. بله هو دغه ساحه چې دا څو طبقه ده چې په دې ځای کې د شمدانې جوړ شوي دي او په امتداد کې به دا ټول شمدانې به روښانه وي او دا د شپې د خوا به دا ځایونو نه دوی استفاده کولو او د دې نه به خوند د ښکلا نه به خوند اخیست. بسیار خوب. ما هم یک خواهش دارم از دوستای ما اگر گهگاهی سفری می داشته باشند به ننگرهار، دیگه فاصله زیاد نیست، در 42 کیلومتری مرکز شهر قرار داره، مرکز شهر جلال آباد ولسوالی خوگیانی قرار داره. کمی باغ ممله واقعا یک فضای بسیار زیباست و میتونین که دم لحظاتتان بسیار نارنگیه درسته؟ و گذشته دیگه حتما این نهری که شما میبینین پر از آب زلال و آب خروشان میبوده که فعلا هم دیگه خشک است. این خوب است. زمستانکی اکثرا او کم میباشه و اینجا چی نمیباشه دیگه که به نوبت اینجا آو داره، آو کم است، به نوبت آو داره و به نوبت آو میای اینجا و این افشار و این گپا. فعلا هم منبع آبیاری درخت ها اینا همین نهر است. بله یک جوی عمومی داریم که از اونجا میای آو. واقعا فضای جذاب و زیبایی داره، واقعا بهش خیلی باحاله. آره زمستون چجوری آبش کمه؟ زمستون مگه آب بیشتر نیست؟ عادتاً آبا یخ میزنن دیگه. زمستون آخه بارش و اینا بیشتره معمولا همه جا. خب این یه مخزنی باید داشته باشه که آبا رو رواج میده این ور، بدون مخزن که نمیشه چون خیلی مصرف آب زیادیه. که این جای قدیمی من طراحی باستانی رو دیدم، این پله پله آب میاد میره تا پله از یه لوله بر میگرده تو مخزن اصلی، این روند تکرار میشه. خوشبختانه اینجا یک چای عمیقم ریاست زراعت اینجا کشیده و بعض وقت که اگر خوشحالی شود از این چای هم استفاده میشه. بسیار باسط ایراد جان راضی شه مخکې لاړ شو دلته په دې باغ کې قوري هم شته او بل خبره دا ده چې ډیر ښکلا او د ماتر دغه ځایونه چې شوي دي نن اوس ماتر دغه بوټي دلته احداث کیږي او بیا د دې نه
نورو ولایاتو ته او یا ننګرهار سیمو ته دا لیږل کېږي او د هغې نه استفاده کېږي. دا د زراعت د خلکو دغه شهکاري ده دلته چې دلته خلک عوایدش هم میره به بخش زراعت ولایت نجف؟ بله هو دغه د دې عواید چې ځي ټول د زراعت په بخش کې دا په بانک کې تحویلېږي او یو بل خبره دا ده ګوره چې راځه چې دلته د امیر حبیب خان په وخت کې یو تعمیر جوړ شوی دی چې هغه وګورو چې څنګه دی اوس روغ پاتې دی جوړ دی نه دی وګورو. روش وسعتش رو میگفت چند متره موقع دختر شد؟ حالا ما وسط ویدیو همش دستمون میخوره، هرچی چیز داریم رو صفحه یا گوگلمون باز میشه، این طرف اخبار روز جهانمون باز میشه. عجیبه، بدبختی داریم. ماسټر کلاس صاحب مونږ څو وارې ستاسو کلتور مقاماتو ته دا پیشنهادونه کړي چې د دې د تعمیر هماغه شکل چې یوه تاریخي ابزه ده دا باید ترمیم شي او ورغول شي. خو انشاءالله امید شته این جزء آثار باستانیه دیگه، میخوان ترمیمش کنن. آره بابا این نگهداری میکنن. آقا این بود ویدیو امروز ما. یه بخشی شو دیدیم بچه. این ویدیو چند پارته، خیلی زیاده، تقریبا 50 دقیقه ویدیوه. لینک اصلی ویدیو رو میذارم، حیفه 2-3 پارتش کنیم با هم ببینیمش، لذتش رو ببرین. پارت بعدیش هم به زودی میذارم. یه چند تا کار دیگه آماده داریم باید بذارم ببینین، لذتش رو ببرین. لایک، کامنت، شیر، بوست سر ما یادتون نره. خیلی دوستتون دارم و دیگه حمایت کنین ما رو دیگه دوستان دیگه. ما که میایم اینجا با شما میشینیم علاقه‌مون رو اشتراک میذاریم. خدا به همراهتون.